برنامه آینده در واقع گالری بیسمنت در تاریخ 5 ژانویه 2009 خواهد بود که کارهای نقاشی هستش. نکته که در مورد گالری بیسمنت باید خدمتتون عرض بکنم اینه که خیلی از موقع خیلی از دوستان خیلی از مراجعین به ما میگن که پیدا کردن آدرس گالری بیسمنت سخته. خب مسلما منطقه که در واقع گالری توی اون واقع شده رو ما طراح شهریش نبودیم و ما طراحی نکردیم. این توسط اون طراح شهری که انجام شده این پیچیدگی به وجود اومده. ما هم کاملا قبول داریم که یه مقداری خیلی مثل شاید بقیه آدرسایی که بشه خیلی راحت اونا رو داد پیدا کردنش راحت نیست، ولی حسنی که داره اینه که شما وقتی که میان گالری بیسمنت، خب فضای گالری، فضایی که در واقع این گالری توش قرار داره بسیار مناسب یک گالری هستش. و یک چیز مهم دیگه هم که وجود داره اینه که شما هر موقع که اینجا بیاین جای پارکینگ به فاصله خیلی کمی از گالری به راحتی پیدا میکنین. حتی در شب افتتاحیه گالری که اینجا ما چیزی نزدیک به 300 تا اتومبیل توی خیابون پارک بودن، مشکل پارک اتومبیل نداشتیم، چیزی که به ندرت جای دیگه توی دبی شما میتونین که پیدا بکنین. ولی خب این نکته رو در نظر داشته باشین که وقتی توی شیخ زاید رود میایین، درست پشت دبی گاردن سنتر گالری ما قرار داره. ولی خب شما بعد از کنار تایمز اسکوئر از خیابون 8 برین و اونجا اولین خیابون سمت راست رو بیاین که برسه به گالری بیسمنت. خیلی متشکر، خداحافظ.